چطورید برعکس؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش اومدید به این ویدیو. امروز همونطور که دیدید از روی تایتل و اینا قراره که ولاگ سپرسازی داشته باشیم. اگه نمیدونید داستان چیه، توی ویدیو قبلی گفتم که من ماشینم سپر عقبش یکی زد بهم، سپره چیزی نشد، صرفا افتاد پایین. حالا خودم بستمش ولی ماسمالی بستمش. الان باید برم سپرسازی، هم سپر عقب بدم بیارم پایین، دوباره ببرم بالا که اون درز و دوزاش درست شه و صفر شه. هم اگه دیدم مبلغش اوکیه سپر جلو رو میدم این کارو بکنن. اگه دیدم خیلی گرونه و اینه فقط سپر عقب که خیلی دیگه ماسمالیه رو میدم درست کنم. فقط سابسکرایب کردن کانال من یادتون نره، لایک این ویدیو یادتون نره. ببخشید دو سه روز ویدیو بلند نداشتیم، یه ویدیو شورت گذاشتم ولی ویدیو بلند نداشتیم دو سه روز. دوباره از امروز میافتیم روی روال کار همیشگیمون، ولی با این تفاوت که همونطور که دارید میبینید ویدیوها به شدت بمب‌تر شده و هی هم قراره که بمب‌تر بشه. این تازه شروع داستانه. پس سابسکرایب یادتون نره. بریم سراغ سپرسازی. ساخته شده. باید چیکار کنیم؟ نه همین رسیدم خونه. ماشین اونجا موند تا بعد از ظهر که قرار شد سپر عقبش رو فقط درست کنه. خرجش شد 1.5 میلیون تومان. حالا اگه برام اونجا تخفیف بهم بده، همین الان چونه زدم شد 1.5. البته اگه بتونم باز تخفیف بگیرم نمیدونم. فقط برای سپر عقب دیگه قرار شد ولی یه کار درست حسابی بکنه دیگه. یعنی قشنگ سپر رو بیاره بالا و نفسم بالا نمیاد، یکم بهش برسه، قشنگ شیک بشه سپر عقب. سپر جلو هم گفت با 1.5 برات ردیفش میکنم قشنگ درست حسابی، ولی شنبه بیار. امروز می‌خواست بره کویر. کسی که می‌خواست سپرمو درست کنه اسمش فرید بود. دو تا فرید با هم، دو تا فرید ماشین باز خورده بودیم به هم. خیلی دیگه این کمیابه و دو تا فرید ماشین باز یه جا. آینده که نه، ولی خب جلوتر من بود دیگه، اندازه سنی شاید دوبل سن من بود. ولی آره خلاصه که اینجوری دیگه سپر عقبو دادیم برای درست کردن. سپر جلو رو که توی این ویدیو که قطعا نمیبینید، ولی هنوز اصلا نمیدونم که سپر جلو رو ببرم نبرم. 1.5 میلیون دیگه بخوام اونو بدم میشه 3 میلیون تومان. و الانم به شدت توی خرج و مخارج هستم به شدت. نمیدونم که جلو رو ببرم یا نبرم، ولی عقبو که دیگه الان فهمیدم که اصلا نفر قبلی که من ماشین ازش خریدم این سپر رو خیلی ماسمالی بسته بوده و حالا من ماسمالی تر بستم دیگه، اصلا یه چیز کثافتی شده بود. حالا ببینیم این آقا فرید مکانیک ما، سپرساز ما چی کار میکنه. پس منتظر باشید در ادامه ویدیو. عشق منید. برو بریم. لاستیکایی داره که اینجا باید قرار بگیره، اینجا باید قرار بگیره، اونجا باید قرار بگیره که این از شکستگی‌های اینجا که حالا نشون خواهند داد کجا باید. ادامه کار جوش پلاستیک زری برده شد. این سراغ کار بعدش. نفر قبلی اینا که باید حالا جوش پلاستیک بخوره همشون. نفر قبلی اومده روی صندوق رو فقط پیچش رو بسته، در صورتی که کلیت این دیاق باید در بیاد از کف صندوق. فلاپ های این بغل باید باز بشه تا پیچ و مهره این ور در بیاد، کلیت روی کار سوار بشه و در انتها کار بره بالا و بسته بشه. این کار اصولی جمع کردن سپر این ماشین هستش، نه اینکه بیان هر پیچی رو هر جایی رو سوراخ کنن، بدنه رو سوراخ بکنن بدین صورت تا بخوان سپرها رو سوار بکنن. دیاق پایین اومده، روش بسته شده، شکستگی های گوشه ها همه جوش پلاستیک شده، پیچ ها همه مهره خورده بهش، تمام پیچ ها هم سر جاشون بسته شده. خب آقا همون جوری که دیدید این داداشمون خودش فیلم گرفت برامون. قرار بود که من زنگ بزنه ولی به من زنگ نزد و خودش فیلم گرفت. چقدر آدم مشتی، اصلا فریدا گلن، واقعا فریدا مشتی ان. نورم اینجا کمه، دارم سعی میکنم برم سمت نور، ولی آره دیگه فیلماشو دیدید که چقدر هم دیسه کسی که نفر قبلی بسته بود و داد. اگه من تونستم این نور رو پیدا کنم خیلی خوب میشه. به ماشینم بهتون نشون بدم. آها اینو نگفتم، سپر جلو رو هم بست.
سپر جلو رو بست، یادش رفته بود که فیلم بگیره و حالا یعنی قرار بود که 1.5 سپر جلو رو بگیره 1.5 سپر عقب که در کل شد 2700 دیگه، یعنی به جای 3 تومن 1.5 گرفت و همونطور که میبینید 10 از 10 بسته سپر رو اینقدر سفته. نگاه کن تکون نمیخوره دیگه سپر. بذار کاپوتو باز کنم. خب این اصلا من نمیدونم چه جوری بسته که اینجا پیچ و موله کرده، خیلی خفن بسته و اون زیر اون تو نمیدونم حالا میبینید یا نه اون فلز، آره دارید میبینید اون نقشی که زده رو خودش ساخته فقط برای سپر ماشین و همونطور که میبینید سپره خدا شد. نگاه اصلا تکون دیگه نمیخوره سپر، نگاه میبینید تکون نمیخوره. این از سپر جلو، این هم از سپر عقب ماشین. اینم خدایی خیلی باحال بست همونجوری که میخوام دقیقا و اصلا نگاه هیچ تکونی نمیخوره سپر، خیلی خفن شد. جفت سپرها سنگ شد دیگه، یعنی این از این هم از این سپر جلویی که 10 از 10 شد دیگه. ماشین خیلی خفن شد، جدی خسته نباشه، کارش خیلی خوب. خب آقا اینم از سپرها که دیدید. رفتم گرفتم، قرار بودش که اصلا بره کبیر و اینا، گفت نمیرسم امروز سپر جلو رو انجام بدم. من اصلا دو به شک بودم که حالا انجام بدم ندم دیگه. انجام داده بود، کاریش چه روبینه، آره کاریش نمیتونست بکنه و ما رفتیم اونجا و گفتش که آره انجام دادم و اینا. دیدم خدایم خیلی خوب انجام داده. خلاصه 2700 افتاد تو کاسم، چون که اصلا 50-50 بودم که جلو رو انجام بدم یا نه، ولی دیگه شده بود. زنگم بهم نزد که آقا اصلا میخوای یا نه، چون دیگه خب اونجا هم حرف از اینکه حالا ببینم میام یا نه هم نگفتم. اینجوری شد. خب خودش خوب شد دیگه، راحت شدم. سپر انجام شد، خیلی خفن شد خدایی نگینم. بعد صفر شد و همچین دیگه به دست انداز مثلا داشتم رانندگیم که اصلا نگرفت. و اینکه سابسکرایب کردن کانال یادتون نره. کلا دوست دارم اینجوری براتون ولاگای میدونید تون بذارم. میتونستم همین ولاگو هم واقعا میتونستم 25 دقیقه‌اش کنم، ولی دوستم خیلی کوتاه باشه و تون اتفاقا بیفته و ویدیو رو ببینید و عشق کنید و لذت ببرید اینجور ولاگا رو. و یعنی کلا ویدیوهای آروم خب سبک خودشو داره، اینجور ویدیوها رو دوستم ولی تند اتفاق بیفته براتون. در کل عشق منید، امیدوارم که لذت برده باشید. اگه این دوربین من یه دقیقه ثابت وایسه، سابسکرایب یادتون نره، لایک یادتون نره، معرفی من یادتون نره. فعلا چکس.